سلام، از هیمنم. مجموع ویدیو آموزش اوپینی. من در مورد اوپی گپ کنیم، در مورد کلاس گپ کنیم، اینستنس گپ کنیم، اساس مودیفای اینترفیس انرژی گپ کنیم. حالا هنه سراغ مبحث دنه. کلا اوپی 4 اصل خواهد با مبحث بسیار سنگین آغازان و کلی بشه. 4 اصل خواهد آغازان در مورد اصولی گپ کنیم. یکی از اصلی که باید گپ کنید بتونه آقا هم در واقع چه خانی اینهریت خانی ارث بری خانی نحوه ارث بریش گپ کنیم. بتون یک کلاس وقت سی شارپ باشه اگه فاده که کلاس ارث بری که اما اگه هر چقدر دخوازه در واقع هر چقدر دخوازه اینترفیس آن ارث بری کنه 100 تا 200 تا هر چقدر دخوازه تا اینترفیس حالا مثلا اینترفیس آن ارث بری کنه. در مورد خود اینترفیس گپ کنیم. حالا چه دوست دارم مباحث خانم مثل ابسترکشن که مباحث بسیار مهمه. ابسترکشن اینجا چه؟ اینجا من در مورد اینترفیس گپ کنیدم. ما گفتیم هم دخوازی مثلا ماشین سایت بنویسیم. خب اول نه پیاده سازی کنیم ماشین سایت، اول همین متد در کلی اول ذهنی آماده کنی. ذهنی یعنی چه؟ یعنی آقا از دخوازه ماشین حساب میرسن وردین و خروجین و دخوازه مثلا مالیات حساب کنم وردین و خروجین و پیاده سازی سراغ من پیاده سازی فرمول آخر فرمول مالیاتی مشخصه انجام دادی. اول آقا ابسترکت بوین بعد پیاده سازی کن. پس ابسترکشن اول پیاده سازی نره، اول سر ابسترکشن نره. خود ابسترکشن مبحث پر مهمه. از زمانه که ابزار پیاده ابسترکشن خواهد یکی همون ابزار اینترفیس دیگه. خب و کلا مباحث اوپیه تو اول اجرا سیستم گرد دخوازه میرسیم حسابدار دخوازه میرسیم کارا کن بنا اول دانست کلاسی اول نار کلاس مناسب نارسی اول اصلا اینترفیس دانست فلان دانست سیگنیچر دانست یک کلاسی که مثلا کلاس کلی دانست که اولا بنا اینترفیس ها استفاده کنم مثلا لازم مالیات حساب کنم بیمه حساب کنم اینترفیسی دانستم کلاس یک سرویس دانستم اگر مالیات شخص به اضافه نظام بیمه که یا کیم که وانستم به کلاس سطح بالا سطح جور که سطح جور دانستم و پیاده‌سازی فرمول مالیات فرمول بیمه چیه جدا هست یا اصلا دیتابیس ثبت کنم در جدا هستم. یعنی اول ابسترکشنی آماده کنم پیاده کنم در سراغ پیاده‌سازی را ابسترکشن مبحث پرفورمانس توش تایید خانه به اسم اینکپسولیشن. اینکپسولیشن یعنی توش مختلف هاید کنم مخفی کنم. من گفتم مثلا من در مورد اکسس مودیفای گپ کنم یه زمان لازمه که آقا موقع اینستنس کنی نیم در عشان که قابل تغییر بود. فکر مثلا با کلاس ها دنیا واقعی لایه مختلف استفاده لازم نه کسی اینستنس اگر بیاد شکلی اشک تغییر بده. هم شاید مثلا ناوی را خواستن طبق فرمولک عوض کنی. خب پس موقعی که هم تیم پرایوت دواننی یا پروتکتد دواننی هم در واقع کپسول سازی کنی. حالا انگلیسی کپسولیشن انجام دادن. مثلا کلاس خانی به اسم مثلا بانک بانکینگ انجام دادن و خواستم مانده حساب عوض بود. مانده حساب ارتبی تابعی که مثلا تراکنش مالی انجام ده عوض بود. کسی اگه بینون اشان که مانده تغییر بده. فکر مثلا من اتریبیوت خانی به اسم مانده لاست بالانس. خب در صورت موقع تراکنش انجام بود اگه مانده تغییر کرد کسی اگه بیرون که عصبی اینستنس شکلی اشان که مانده تغییر بده. درسته چیزی بود. پس با اول اینکپسولیشن پس اینهریت گپ کنی ابسترکشن گپ کنی هر سراغ پولیمورفیسم چیه آقا؟ پولیمورفیسم میجا هم در شرک یک متد به سیگنیچر مثلا مختلف اما اشارک مثلا گت اصلا یه جسد گپ کنید گفتن آقا من دو تا کانستراکتور خانی به چین مختلف وردی مختلف اویان جان
در واقع پلیمورفیسم. حالا و هر کدوم رفتار متفاوت خواهد یا اصلا الان اگر بیا هاکا بنویسم و پلیمورفیسم یعنی تابعک به رفتار متفاوت که هر کدوم ناویان یک اما ورودیان چون فرق کردن قابل استفاده اوکی هم مشکل خواهد از درج بخواد استفاده کنید تا من اولی گفتم یا گفتی آقا دو تا چه خیلی دو مدل خیلی کانستراکتور خیلی هر کشون خواستی اگر یه مقدار بدی از فان دکم بیانه مقدار ندی فان دکم بیانه ورژی وانا پس پلیمورفیسم یک متدک به چند بیهویر متفاوت در خوازی بنویسی. خب این چه بیدیم من چقدر سر دارم ببینیم چجوریه. خب بدیم هم نظر بهتر. پس 4 اصله اوپی گپ کنی، اینهریت گپ کنی، ارث بری کنی، بحث پلیمورفیسم گپ کنی، اینکپسولیشن و ابسترکشن گپ کنی. اینهریت که ارث بری بود، ابسترکشن بود، ابسترکشن بیننی، انتزاعی بیننی، ابزار من اینترفیس ابزار مختلف خانه. بس اینکپسولیشن گپ کنی، گفتم که اکسس مودیفای بنا چه کنی، پلیمورفیسم گپ کنی، گفتم این تو به چند رفتار اشاره کن خونی در واقع 4 اصل اوپی.